سلام دوستان عزیز، شما یک بار دیگه باز هم خوش آمدید میگم در پروگرام خود شما. با خیر آمدید. خدا کنه دوستان عزیز هفته خوشی را سپری کرده باشین با تمام دوستان و فامیلیتان و خدا کنه که تمام شما جور صحتمند و سر حال باشید. ما هم با فضل خداوند جور و صحت هستیم. دوستان عزیز در پروگرام امروزی ما همکار عزیز ما امیرا جان همراه ما هستند. سلام امیرا جان. سلام علیکم زهی جان، تشکر، خوب هستم. از همه که در اولتر ما دوستان عزیز خود را به برنامه خودشان خوش آمدید میگوییم و امیدوار هستم که برنامه برشون خسته کن نباشد و مثل که همیشه برنامه میبینن امروز این دفعه هم ببینن و باقی مانده خودتون داری. بله مردان دوستان عزیز، امیرا جان دفعه اولش است که در پروگرام ما به حیث هست شدن. خود دوستان عزیز شما میتونید که قسمی که در هر پروگرام ما بر شما میگیم شما میتونید که لایو کالز کنید. نمبر ما در آن اسکرین است. شما کدام نظریه دارین میتونید که توسط زنگ زدن برای ما بگوین. و امیرا جان خودت کدام گفتنی نداری بر دوستان عزیز؟ چی احساس میکنی که امروز به حیث هست در پروگرام ما؟ چون که دوستان عزیز میفهمن که خودت قبلا مهمان ما بودی. بله بسیار احساس خوشی میکنم. همیشه این علاقه داشتم به برنامه شما به حیث هست بیایم و یک خود ما یک برنامه کنم و حال به ما موقع پیدا شد که ما به حیث هست به برنامه خودتون به جای فریجان آمدیم. تشکر امیرا جان، از این خوش شدیم که شما هم خوش هستین. خود دوستان عزیز قسمی که در هر پروگرام ما بر شما مهمان میاریم. در این پروگرام ما هم بر شما مهمان آوردیم. چطور امیرا جان؟ بله و اسپیشال درباره میهمانای ما این هستن که میهمانای ما جوان هستن دوستان عزیز. امیرا جان؟ بله. خود دوستان عزیز میهمان امروزی ما از میهن جان و حمید جان، دو دانه فوتبالر کشور عزیز ما که در پاکستان یا فوتبال میکنن. خوش آمدین به پروگرام امروزی ما. تشکر، خوش باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. جهان سپاس از تلویزیون خیبر تیوی که موقع را بر ما مساعد ساختن تا ما از طریق تلویزیون. بله کیتو، تلویزیون میهن جان. بله کیتو، چرا بیرون خیبر نمیشه؟ بله. خب یگان وقت از اینجا پخش میشه پروگرام و یگان وقت از کیتو. این تلویزیون کیتو است میهن جان. خب میهن جان و حمید جان کمره تلویزیون کیتو در اختیار شماست. شما میتونین که سلامای خود تقدیم دوستان و فامیلتان کنین و اگر کدام گفتنی برشان دارین میتونین که بگوین. میهن جان اول خودت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خودم میهن توری فیضی هستم به حیث منیجر تیم فوتبال افغان مهاجر در اسلام آباد و سلام جداگانه را خدمت کارکنان تلویزیون کیتو و تمام دوستان و علاقمندانی که ما را از تلویزیون کیتو تماشا میکنن تقدیم می‌داریم. امیدوارم که همه انشالله دارای صحت باشه. ما هم امید داریم میهن جان. حمید جان شما؟ اسم من حمید است، حمید غفوری و سلام به تمام بینندگان کیتو. بله کیتو که کسان که میبینند فعلا لایف ما را برای تمام آنان سلام میگیم از ته دل. خداست که برسه برشان. خب شما چقدر وقت میشه پاکستان آمدین؟ این تقریبا مدت 13 14 15 سال میشه که اومدم پاکستان هستیم. و شما؟ از ما پیدایشم در اینجاست. خب خیلی خوب عادت کردین برای مردم پاکستان. بله. برای شما مردم پاکستان و افغانستان اینه که مردم شخص برتن چی تفاوت دارن در بین خود؟ بله. تفاوت. یعنی شما کدام وقت که در این محیط کلان شدین درس خواندین شما تو کدام وقت فیل نکردین که اینجا کشور خود شما نیست؟ یعنی شما در کشور بیگانه هستین؟ نه این طرح سخن است که در حساب مردم پاکستان همیشه با مردم افغانستان روابط خوبی داشته. و بعضی روابط ها که از نگاه سیاست است و آدم گفتن نمیتونه روابطشون خوب و خراب میشه و جور میشه. اما مردم پاکستان در تاریخ نوشته است که روابط خوبی داشته با افغانای ما و ما هیچ وقت احساس نکردیم که ما با ملک بیگانه هستیم. چرا آزاد درس خواندن میتونیم، آزاد کار میتونیم، هر رقم سہولت برای ما موجود است. بله واقعا. امیرا جان ما هم احساس یعنی مردم پاکستان بسیار خوب هستند. هیچ وقت احساس نکردیم که ما در کشور بیگانه هستیم. بله ذکر من بسیار خورد بودم که پاکستان آمدیم. از وقت که آمدیم همراه مردم پاکستان و خود پاکستان بسیار عادت کردیم و افغانستان که وقتی که میریم احساس میکنم که این مملکت خود نیستم من. واقعا امیرا جان. بله. و خب اینی شما چقدر وقت میشه که فوتبال شروع کردین؟ از ما میشه 8 سال میشه که فوتبال شروع کردیم. و از شما؟ از من مدت 8 سال تقریبا میشه که ما فوتبال شروع کردیم. 8 سال نام خدا. شما قبلا هم دو وقتی که درس میخواندین فوتبال یعنی در بازی ها اشتراک میکردین؟
بله قبلا که ما در کابل بودیم در پاکستان به حساب فوتبال که شروع کردیم ما پیش ما فوتبال با پاکستان شروع کردیم وقت استاد لطیف بود خدا بیامرزش و در کابل هم در مدت چند سال میریم در اونجا به حساب لیگ بازی میکنیم لیگ های برتر کابل اونجا هم فوتبال میکنیم. بله بسیار خوب. خب امیدا جان بله حالا میریم طرف یک سراغ یک زنگ میریم زنگ میگیریم. هلو بله سلام علیکم. سلام علیکم. بله. خواهر عزیز چطور هستین؟ چی حال دارین؟ سلام خوب هستین؟ سلام خوب؟ شکر ما به فضل خداوند متعال خوب هستیم. شما چی حال دارین؟ اسم شما چیست و شما از کجا به تماس شدین؟ تشکر من خوب هستم. من فریال هستم از آیتن و اسلام‌آباد به شما به تماس شدیم. فریال جان خوش آمدین به پروگرام امروزی ما. سلام بدن خدمت دوستی که امروز شما هستن مهمانای عزیز و همچنان کسی که به جای فرجان آمدن سلام دارم. امیدا جان سلام خدا. سلام علیکم. ما همچنان به خودت سلام میگم و خوش آمدید به برنامه خودتان. بخیر آمدید. فریال جان شما درباره هم اسپورت فوتبال چی نظریه دارین؟ آیا شما خوش دارین فوتبال؟ یک چیز واضح یکی از جمله ورزش‌هایی هستم که من خودم بسیار علاقه‌مندش هستم. بسیار خوب. بله و بسیار زیاد دوست دارم همیشه و دوست می داشته باشم. فریال جان شما یا قبلا هم پروگرام ما رو می دیدین؟ همیشه در هر روزه یک شنبه خوشبختانه در خانه می باشیم و روزه یک شنبه همیشه پروگرام شما رو تعقیب کردیم.